Agree and accept to marry Mr. Muhammad Ali Tawakkulian, or Human, the other name. That's right, آقای هومن. آقای جناب محمد علی توکلیان فرزند جناب آقای سید جلال توکلیان و سرکار خانم مهین توکلیان. And promise to be his wife, so help you God. And do you agree as your attorney I perform this marriage? عروس رفته گل بچینه. The bride went to bring flower from the garden. And I ask again, I am asking this question in Persian. دوشیز خانم عزیز، خانم لولی، فرزند سرکار خانم روزماری و مستر ارنست، آیا در کمال صحت و سلامت عقل و نفس و با رضا و رغبت و بدون اکراه قبول می کنید و به من وکالت می دهید؟ I suppose you can speak Persian a little bit. به من وکالت می دهید که شما را به زوجیت قطعی و دائمی آقای هومن توکلیان فرزند جناب آقای سید جلال و سرکار خانم مهین در برابر یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه طلا درآورم و بر طبق شریعت اسلام و آیین و سنت ایرانیان زوجه او باشید و در شادی و غم و در اسرت و وسعت و در محبت و لذت شریک و همسر و همگام و همراز او باشید. عروس رفته گلاب بگیره. She went to bring some juice of flower. And for the third question, I request her to come back from travel and give me the answer, please. With the permission of my mother, ballet. Now, oh, very good. Oh, she said, no, thank you very much. Thank you very much. Oh, that's good. Thank you. And now I'm going to ask the groom, and the groom has to answer the first time. There is no choice for him. توکلیان فرزند جناب آقای سید جلال و سرکار خانم مهین، آیا شما هم موافقت میکنید و به من وکالت میدهید که دختر خانم زیبای حاضر رو به عقد و ازدواج دائم شما در بیاورم؟ خیلی متشکرم. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. جهان عشق است و دیگر زرق بازی، همه بازی است الا عشق بازی. به یک بیت هم از خانم پروین اعتصامی برای خانم های عزیز ایرانی: اگر زن نیست عشق اندر میان نیست، اگر زن نیست عشق اندر میان نیست، جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست.